قرصک‌های زیبای شما دوستان عزیزان سرود در همین ترنم دارد دو چشم شعله‌ور داریم من میگم که شما میدونید چی دارید شما قرصک خوب دارید سلامت باشید دوستان عموما عزیزم میگویم و فکر میکنم که عزیزم نامت رو مثل گل بگرفته بو کردم با این گل من چه بلبل گفتگو کردم بخوندم من سخنهای تو رو گشته برگشته دلم را با دل پرمهرت از نو رو برو کردم دوستان گروه پروین عشق پاک انا همین عشق پاک رو میخونم و فکر میکنم که امروز شو کنسرت لطفالله حاجیمرادов تحت عنوان عشق پاک برگزار گشته ایستاده است در امروز تالار عاشقا هستند کنی یک تو عاشقا خرسک زنن چی؟ همه عاشق عموما من هم عاشق شما هم عاشق انسان عاشق زندگی است همینطور نه دوستان زندگی رو کی دوست نمی‌دارد همه دوست می‌دارد این از اون درک می‌دهد که ما عاشق هستیم زندگی رو دوست می‌داشتگی انسان‌های دلش کار کرده ایستادگی‌ها قرصک هم زده می‌توانند تشکر دوستان عزیز سلامت باشید ایدی وحدت رو بینید که باز ایدی وحدت ملی آمد و با آمدی زنگ آخر پگاه در تمام مکتب‌های شهر و ناحیه زنگوله صدا می‌دهد زنگوله صدا می‌دهد و در صنف خودکار میگن که در آوان 18 سالگیش شب به پیچ و تاب آرام خفته است که در آوان 18 سالگیش به نام دختر شیری نگفته است درونی درس از استاد پنهان به نام دختر خط می نوشتم تراویش‌های احساس دلم را برای یاری خوش قد می نوشتم به او من نامه می دادم نهانی درونی برگ‌های گل نهاده تو را من دوست می دارم چو مجنون زی حسنت باد عشق من زیاده درونی درس از کرسی آخر قطار کوکولش را می شمردم با آن تاری موی مهینش دلم را بسته بر او می سپردم دل من کاغذ ننوشته بود با او نامی برو بنوشته بودم ولی حیف و صدای زنگ آخر با او از سادگی دل بسته بودم دوستان عزیز از سادگی انسان دل میبنده ساعت رو بینید 15 دقیقه رو نشان میدهد اگر رقم ها یخیلا رو بینی آرزو کن میکنن شما چی آرزو کرده ایستاده اید من آرزو میکنم که لطفالله و سعدالله حاجیمرادов ستاره های درخشان گردد قرصک های زیبای شما اگر شما هم همین رو آرزو کرده ایستاده باشید از کفکوبی هاتون معلوم می شود چی کنم من روزی دل بر تو نگفته می روم من زیباغ عشق تو گل نچیده می روم آرزو داشتم من به تو یاری وفادارت شوم لیک افسوس عشق پاک در دل نهاده می روم پروین همین طور می گوید دوستان از غم عشق چی می باید کرد من نمیدونم هیچ شما بگویید تشنه‌ام تشنه‌ترین تشنه ها از آتش می سوزم شما بگویید از غم عشق چی می باید کرد عشق پاک بازیچه خطایی نیست آن را شکنی و باز از نو سازی عشق پاک باید در دل من و شما باشد اینک کمپوزیسیای دوست داشته شما با نام عشق پاک در اجرای گروه پروین لطفالله حاجیمرادov قرصک‌های زیبای شما دوستان بلندتر چی کنم من روزی دل بر تو نگفتم میروم من زیباغ عشق تو گل نچیدم میروم آرزو داشتم من بر تو یاری وفادارت شوم لیک افسوس عشق پاک در دل نهادم میروم آرزو داشتم من بر تو یاری وفادارت شوم لیک افسوس عشق پاک
در دل نهادم میروم حیف عشقی پاک من این دل دردناک من حیف عشقی پاک من این دل دردناک من این دل دردناک من چی کنم من روزی دل بر تو نگفتم میروم من زی باغ عشق تو گل نچیدم میروم آرزو داشتم من بر تو یاری وفادارت شوم لیک افسوس عشق پاک در دل نهادم میروم آرزو داشتم من بر تو یاری وفادارت شوم لیک افسوس عشق پاک در دل نهادم میروم حیف عشق پاک من این دل دردناک من حیف عشق پاک من این دل دردناک من درد پنهانی دلی من بیقرارم کرده است هجری تو ای پر جفا چشم انتظارم کرده است مهری به اندازه تو صبر برده از دلم نزد تو به قدر و قیمت خورزارم کرده است مهری به اندازه تو صبر برده از دلم نزد تو به قدر و قیمت خورزارم کرده است حیف عشق پاک من این دل دردناک من 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 این دل دردناک من این دل دردناک من دوستان عزیز بار دیگر همه شما رو خوش آمدید میگویم همه ما میدونیم که برادران ما خواهران ما خشتباران ما همسایه‌های ما همسنفان ما یار و دوستان ما عموما گیره پیوندان همه ما در شهرهای روسیه هستند در شهرهای مسافری هستند دعا کنیم که خداوند بزرگ تمام مسافران تاجیکستان تمام مسافران که با امید کار و فعالیت خود را در شهرهای مسافری پیش برده ایستادند الله بزرگ از بلاهای زمینی و آسمانی در پناه عصمتش خودش نگاه دارد خیلی که صحب و سلامت برآمده به سفر رفتند باز خداوند کنند که صحت و سلامت به نزد پیوندانشان برگردند وقتی که
با واسطه اینترنت، با واسطه SMS، با واسطه اون شبکه اینترنتی ما با مخلصان گروه پروین که در شهرهای مسافری هستند در علاقه میشویم. چند مراتب خواهش کردم که اکای لطفالله جان التماس یک سرود خانه در موضوع مسافری باشد، ذره باشد هم تسکین درد ما باشد، تسکین درد دل مسافران باشد که از پیوندان خود، از فرزندان خود، از عائله خود، از یار و برادران خود، از دوستان جانی خود دور هستند. افسوس که امروز اشتراک ندارند، لکن گروه پروین با تمام مخلصان است، مخلصانی که در شهرهای مسافری هستند سلام گروه پروین را میرسانم. از خداوند بزرگ همین را خواهانم که همه‌شان در امان خداوند باشند. خداوند بزرگ همیشه یار باشد. یک سرودی نه، سرودی تازه جا مخصوص برای یار و برادرانمان، خویش و تبارانمان، تمام پیوندانمان که در شهر مسافری هستند. خدایا هر کجا مرد مسافر در امان باشد، خدایا هر کجا مرد مسافر در امان باشد، نگهبان سر سختش خدای مهربان باشد. من سرودینم برای مسافران سلام گروه پروین را به مسافران تاجیک بار دیگر میرسانم. آباد باشید. خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد، خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد، نگهبانی سری سختش خدای مهربان باشد، نگهبانی سری سختش خدای مهربان باشد، زی چشمش نور از پاکو و تو از سرمبر بوشش، زی چشمش نور از پاکو و تو از سرمبر بوشش، اگرچی خسته جانو با قدری خم چون کمان باشد، اگرچی خسته جانو با قدری خم چون کمان باشد. غریبی این بکس آخر چی سال کوهی گرانه هست، هزاران قلبی پر داغو، هزاران چشمی پر از عشق، خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد.
روحی گرانه هست هزاران قلبی پر داغ هزاران چشمی پر از عشق هزاران قلبی پر داغ هزاران چشمی پر از عشق خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد خدایا هر کجا مردی مسافر در امان باشد تشکر زیاد ای کب که مستم بیا به نزدم از هجری رویت دیوانه گشتم از هجری رویت دیوانه گشتم طرز نگاهت چشمی سیاهت ای کب که مستم بیا به نزدم از هجری رویت دیوانه گشتم از هجری رویت دیوانه گشتم طرز نگاهت چشمی سیاهت دلم را برده است روی چشمات طرز نگاهت چشمی سیاهت دلم را برده است روی چشمات از هجری رویت دیوانه گشتم از هجری رویت دیوانه گشتم ای کب که مستم بیا به نزدم از هجری رویت دیوانه گشتم ای کب که مستم بیا به نزدم از هجری رویت دیوانه گشتم از هجری رویت دیوانه گشتم از هجری رویت دیوانه گشتم عشق منو تو سر شد از مکتب میانه بودم منو تو هم صنف این شد به عشق بهانه یک جای درس میرفتم یک جای باز به خانه با یاد تو بودم من هم روز و هم
از مکتبی میانم بودیم منو تو هم سین این شد به عشق بهانم یک جای درس میرفتم یک جای باز بخوانم با یادی تو بودم من هم روز و هم شبانه تو بودی و غمم نبود غیر از تو هیچ کسم نبود کجای تو به تو چی شد به تو چی شد تو بودی و غمم نبود غیر از تو هیچ کسم نبود کجای تو به تو چی شد به تو چی شد از عشقی تو عزیزتر چیزی دیگر نداشتم لیکن افسوس که تقدیر تو رو بر من نداد جدا شدم من و تو جدا شدم عمر بود تو بودی و غمم نبود غیر از تو هیچ کسم نبود کجای تو به تو چی شد به تو چی شد تو بودی و غمم نبود غیر از تو هیچ کسم نبود کجای تو به تو چی شد به تو چی شد کسم نبود کجای تو به تو چی شد به تو چی شد تشکر بسیار